سلام خوبان. امروز شعری از جلال الدین محمد مولوی در داستان کسی که زیاد دعا می کرد ولی به استجابت نرسید و در نتیجه دعا گفتن را ترک نمود رو با هم می خونیم. آن یکی الله می گفتی شبی، تا که شیرین گردد از ذکرش لبی. گفت شیطانش خموش ای سخت رو، چند گویی آخر بسیار گو. این همه الله گفتی از عتو، خود یکی الله را لبیک کو. می نیاید یک جواب از پیش تخت، چند الله میزنی با روی سخت. او شکسته دل شد و بنهاد سر، دید در خواب او خضر را در خضر. گفت هین از ذکر چون وامانده ای، چه پشیمان از آن کش خوانده ای. گفت لبیکم نمی آید جواب، زان همی ترسم که باشم رد باب. گفت خضرش که خدا این گفت به من، که برو با او بگو ای ممتحن. بلکه آن الله تو لبیک ماست، وان نیاز و درد و سوزت پیک ماست. نی تو را در کار من آوردم، نی که من مشغول ذکرت کردم. حیله ها و چاره جویی های تو، جذب ما بوده گشاده پای تو. درد عشق تو کمند لطف ماست، زیر هر یا رب تو لبیک هاست. بی نهایت سپاسگزارم که در این لحظات زیبا با من همراه بودید.